در بدنه سپاه و بسیج این افراد که اونجا نشستن حرف نزنن، با خود من بسیار ارتباط برقرار میشه، چه از بدنه سپاه چه از دیگران، و احساس میکنم که واقعا میخوان این تغییر رو ببینن، منتها نمیخوان وسط زمین و هوا باقی. اون سناریویی که قبلا میگفتم برای عبور با کمترین هزینه ممکن از این حکومت، بخش عمده‌ای که مردم از نگرانی دارن البته قابلیت سرکوب نظام هست. خب عوامل سرکوب کیا هستن؟ بسیاریشون به هر حال یونیفرم به تن دارن ولی باوری دیگه به نظام ندارن. این صحبت منم با اونها فکر نکنید یه طرفه بوده، دو طرفه است. من با ارتش، با سپاه، با بسیج ارتباط دارم. فلسفه‌ای که من در تمام این سالها داشتم در برخورد با این نظام و متد مبارزه با رژیم، همطور که میدانید مبارزه بدون از خشونت بود. چرا؟ بلکه من در این محاسبه که فاکتور اصلی برای کم هزینه ترین راه تغییر نظام برمیگرده به نقش نیروهای نظامی و انتظامی کشور که در اون لحظه که مملکت آماده این تغییر هست که داریم بهش نزدیک میشیم، بدانند که با جامعه هستند، در خدمت جامعه هستند و محافظ مردم غیر مسلح و بی‌دفاع خواهند بود، چنانچه رژیم بخواد دست به یک سرکوب مذبوحانه نهایی بزنه، همونطور که در رژیم سوریه دیدیم. ما نخواهیم گذاشت که همچین اتفاقی در ایران بیفته. من تکیه‌گاهم رو همین نیروهای انتظامی است، رو همین سپاهی‌ها، رو همین پاسدارا، رو همین بسیجی‌ها، رو همین نظامیامون. روز به روز بیشتر، حداقل در ارتباطات مستقیمی که خودم دارم، عواملی که در ارتش هستن، عواملی که در سپاه هستن، عواملی که در بسیج هستن، میگن ما میخوایم به مردم بپیوندیم، ما هم دیگه نمیخوایم توی این رژیم باشیم، ما هم دیگه این رژیم رو میکنیم. شما فکر کنید اولین کسانی که امنیت رو در کشور قرار حفظ بکنن کیا هستن؟ خب همین نیروهای انتظامی هستن دیگه، از بیرون که نمیتونیم وارد بکنیم.